الو گلو جون، پدرت اومد. دماغش چاق، настроенияш زور. حسین سیب خورده شده است. اکن خدا رازگیش گیریم و فاتحه پدرت را گیریم و تو یکی شمای من بینم. خودت میدونی که پدرت عصبی پدرکت خیره کن نمیدونم. دو چمدان خب پسی دروازه انتظار و ایرو هم دعوت میکنم. اول دیلی پدرت یابم بعد دو چمدان دعوت میکنم. خدا معقول شود، خدا معقول دانده کن. مرش دختر جان وای گل روی یکی منی ولی رنگ نوش من نوشیدم چهارتا من نوشیدم. دادا جونش همون جوان آمد، جوانی که کی؟ گل جانی دخترمون گفته بودند که همون معقول کرده است. کن همین جوانه اگر راضی باشید. چی مقصد و نیت؟ اگه مقصدش گل جان و همین جوان یعنی داماد شونده فاتحه شما گرفتنی. اگر راضی باشید توی یکم قرار دیم، چون که بیهوده نگفتند که پدر ریزا خدا ریزا. فهمو مالش کوی بیاد یک بینیم داماد تو رو ما آدم خور نکو. فقط عصبی نشوید. یک تاشه سیبقتی زده بوده دیگر همه خیل راهی خانمان رو فراموش کرد. حاضر من دعوت میکنم فقط عصبی نشوید. دادا جانکش عصبی نشوید. خانه داری؟ لبای کاری خانه داری؟ نه ندارم. از بزرگان نظر کردن صاحبی خانه میشی. ماشین چی؟ ماشین داری؟ نه ندارم. از بزرگان یک نظر کردن یک دستگیری کردن صاحبی ماشین هم میشه. اقلا دیپلم معلومات داری؟ یگان هنر داری؟ نه ندارم. خیلی از بزرگان نظر کردن دستگیری کردن صاحبی معلومات هم میشیم، هنر هم میشیم، دیپلم هم میشیم. همه از بزرگان دکم نظر کردن. دادا جانکش من فطیر گرم پخته آوردم، نه وکک از تنور کندم. خیر داماد شونده چی خیل معقول شد؟ جوانی بد نه جوانی بد نه. ورودی ما دا معقول شده سای ما را عزیز و بزرگا گفته سای. آفرین خان تا بزن.